با درود به بینندگان بینیت گرامی رادیو زودی، ساعت به وقت پراگت است و من شاله گلخوجت در چند دقیقه دیگر برای شما تازه های تاجیکستان و جهان رو میرسونم و یادآور میشم که 3 ساعت پس برنامه خبری داریم در بخش مستقیم با خلاصه های رویدادهای تاجیکستان و جهان. پرزیدنت تاجیکستان امروز به نیروگاه برقیابی روغون سفر کرده است و از دیدبانگاه کونی رقمی 17 و نقبای ساختمانی است3 و است4 بازدید نمود. دفتر مطبوعات پرزیدنت بجز از اطلاع درباره این نقبا درباره کار نیروگاه روغون توضیح نداده است تا امروز دوچرخه این نیروگاه فعال شده است، اما خبرهای میرسد که ماه اخیر کار در این نیروگاه سوس شده است. 4 اگریگات دیگر باقی مانده است، هرچند این 2 اگریگات هم باید عوض و نو شوند. گذشته از این با شروع سردی ها از 2 هفته و این طرف ساکنان از مناطق مختلف تاجیکستان درباره کمبود نیروی برق شکایت کرده میگویند برق را به طور رجوی یا اینکه لیمیت میگیرند. دومای دولتی روسیه مسئله افزایش بورسیه و یا کوتا را برای تحصیل بودجوی شهروندان تاجیکستان در دانشگاه‌های روسیه بررسی می‌کند. در این باره خبرگزاری‌های روسیه از قبل کازبек تایسایف معاون رئیس کمیته دومای دولتی اوید به کارهای کشورهای همسود نوشتند. به قبل منبع این پیشنهاد را ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه و وزارت کار خارجه این کشور نیز پذیرفتند و احتمالاً قرار در این زمینه به زودی قبول کرده خواهد شد. تایسایف میگوید کوتاها برای تحصیل از جمله برای جوانان تاجیکستان زیاد کرده می شود و این امکانیت میدهد که شماره هرچی بیشتری داوطلبان در روسیه صاحب معلوماتی عالی کرده. روسیه مسئله برای تحصیل در دانشگاه ها با کشورهای مشترک المنافع 3900 بورسیه را در بخش بودجوی اختصاص میدهد. این شب روز صدها جوان تاجیک محصل دانشگاه روسیه بنابر پاندمی کووید 19 و بسته بودن راهها در تاجیکستان درماندند. مقامات در تاجیکستان میگویند تا سال 2021 کودکس نو انداز تکمیل و تصویب می شود و کشور از سال نو با قانون جدید انداز به کار شروع می کند. روز 13 اکتبر متن کودکس نو دسترس رادیو زودی شد. برخلاف انتظاری های اکثر صاحبکاران و کارشناسان که جانبداری ساده شدن قانون انداز هستند، طرح قانون نو انداز از همتای کنونی خود کلانتر بوده است. در همین حال همصحبتان رادیو زودی از شمار آنهایی که در تهیه این حجت مهم شرکت دارند میگویند کمیته انداز با طرح نو قانون از جمله کم نمودن نو اندازها و معیارهای آنها، اختصار کردن صلاحیت‌های ناظرین انداز در تفتیش و سنجش روزی نیست و برای در این شکل قبول شدن قانون مخالفت دارد. قسمت دیگری اداره های بلوک اقتصادی از جمله وزارت اقتصاد و سودا، کمیته سرمایه گذاری و وزارت صنعت نیز به گفته همصحبتان رادیو زودی از این طرح جانبداری میکنند و باید یادآوری شد که کودکس اندازی که حالا عمل میکند سال 2013 قبول شده، 6 سال این جانب به کاربست می شود و بنابر سرباری های گرانش روی صاحبکاران مورد تنقید قرار دارد. در منطقه دوردست شمالی وزیرستان پاکستان 10 زن در یک اعتراض دست جمعی در میدان نشسته طلب کردند که فرزندان، برادران و شوهرانشان را که گویا از طرف نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت شدند رها نمایند. در صحبت با رادیو زودی ساکنان شمالی وزیرستان گفتند که اعتراض زنان از طرف مردم محلی و پیرانی قبیله ها دستگیری یافته است. تا حال معلوم نیست که چند ساکن این منطقه بازداشت شدند. مقامات پاکستانی رسما در این باره توضیح نمیدهند. یک منصبدار محلی به رادیوی مشعل گفت مقامات تلاش دارند تا زنان را به قطع اعتراض وادار نمایند. منطقه شمالی وزیرستان سالهای طولانی همچون قرارگاه جنگجویان محلی و خارجی به شمار میرفت. در سال 2014 ارتش پاکستان عملیات گسترده نظامی را راه اندازی نموده منطقه ها را از جنگجویان پاکسازی کرد. ارتش میگوید عملیات با موفقیت انجام یافت، ولی در این منطقه هم‌مرز با افغانستان تا حال حمله های مرگبار، کشتارها و بمبگذاری ها ادامه دارند. صندوق بین‌المللی پول پیش بینی میکند که سال روان مجموع محصولات ناخالص ملی در اوکراین تا 7.2% و در قرقیزستان تا 12% کاهش خواهد یافت. این امور در گزارش تازه سازمان روز سه‌شنبه به نشر رسید. در دیگر جماهیر سابق شوروی از جمله گرجستان، ارمنستان، آذربایجان، مولداوی، بلاروسیه و قزاقستان هم کاهش تولید محصولات ناخالص ملی پیش بینی می شود. در همین حال صندوق بین‌المللی
مللی تخمین میکند که در 3 جمهوری افزایش تولیدات ناخالص ملی مشاهده خواهد شد، از جمله در ترکمنستان 1.8%، در تاجیکستان 1% و در ازبکستان 0.7%. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که در سال 2021 افزایش تولید محصولات ناخالص ملی تاجیکستان 6% را تشکیل خواهد کرد. در همین حال وزارت کشاورزی تاجیکستان از جمع‌آوری 238,000 تن پخته از کشاورزهای کشور خبر می‌دهد که 57% نقشه جمع‌آوری حاصل سالانه میباشد. این وزارت گفت از این مقدار پخته 173,000 تن از سهم ولایت ختلان، 63,000 تن از سهم ولایت سوخت و نزدیک به 3,000 تن به کشاورزان نویه‌های اطراف تاجیکستان مربوط میباشد. وزارت میگوید این رقم در همین دوره سال گذشته 270,000 تن یا برابر به 83% بود. و گفته این مسئولین وزارت امسال از 186,000 گکتار باید 421,000 تن پخته جمع آوری شود. طوری میدانیم پخته پس از آلومین دومین محصول مهم صادراتی تاجیکستان به حساب می رود که بخش عمده آن به شکل خام صادر می شود. وزارت تندرستی تاجیکستان خبر داد که 37 حالت نوی گرفتاری به کووید 19 در کشور ثبت شده است. به اطلاع رسمی از 30 اپریل تا کنون کرونا ویروس به 10,297 کس سرایت کرده است. بیشتر از 9,177 نفر آنها شفا یافتند که 90% را تشکیل می‌دهد. مقامات روزی 12 اکتبر خبر داده بودند که تا امروز 79 نفر از کووید 19 در تاجیکستان جان باختند، اما در خبرنامه هر روزه وزارت تندرستی که دیروز نشر شد درباره تعداد فوتیدگان رقمی ذکر نشده است. خب بینندگان عزیز، این چند خبر تازه بود که خواستم در این ساعت برای شما بگویم. خبرهای بیشتر از این رو طبعا در بالا ذکر کردم در برنامه خبری برای شما من میرسانم. با جمع همکارانمون منتظر باشید تا دیدار نوبتی خود را احتیاط کنید.